این انرژی خوانی رو که کلی هست لایک کنین و کامنت یا الله رو برای من بذارین تا این اتفاقهای مثبت این فال براتون اتفاق بیفته. این خانوم رو نشون میده که موهاش رو بالا میبنده و یک کم موهاش موج داره. اسمش اولش با ب یا س شروع میشه. تا یک ماه دیگه دستش براتون رو میشه و یک دروغی رو میخواد به شما بگه. به 2 تا جای زیارتی میرین که انرژی های منفیتون برطرف میشه و دلتون صاف میشه. و حاجت روایی دارین. یک آدمی با دم مارمولک اینجا افتاده براتون که یک دروغی را میخواد به شما بگه. از یک حنام یک خوشخبری دارین. یک خونه افتاده که انرژی های بدی داره. یک آقای با دماغ بلند خیلی به فکر شماست و اینجا یکی از زندگیتون حذف میشه و میره. یک خونه افتاده که باید پاکسازی انجام بدین. بعد براتون الان این ظرف رو میخونم. اینجا انرژی های چشم توی زندگیتون زیاد دارین ولی تا 7 وعده دیگه از غم رها میشین. یک آنام یا آنام نمیتونه دوست شما باشه. باید اگه همچین آدمی تو زندگیتون هست مراقب باشین. یکی یک لبخند به لبتون میاره. بعد یک ورزشی رو شروع میکنین که خیلی روی انرژی روی زندگیتون تاثیر داره و حالتون رو خوب میکنه. از یک غم بزرگ خلاص میشین. یک آدمی که شمشیری به دست داره از زندگی شما حذف میشه. یک حیوان خونگی افتاده براتون که خوش شانسی براتون میاره. منتظر یک خبر خوب هستین که براتون اتفاق میفته.